امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلند خانواد هم باشین. همه وقت در لبتون تبسم، درد غم نبینید. دوستای عزیزم، در باره من عموما گذشته ها میخواستم کم ترک صحبت کنم. امیر تیمور بسیار مردم تاجیک ما نفرت داره از امیر تیمور. به هر حال یک چند مثال ها میارم و یک چند سوال ها هم دارم شما ده. بعد شما سوال ها را میتونید در کامنت جوابش بنویسین، از بس که من آدم قبول نمیکنم میدونید. و حتما نوو را تقسیم کنین، پدیلیت کنین و بگیم که دختون برسه پدپیست کنین، دختونه رسه پدپیست نکنین. همچنین میتونین که تماشاش کنین. امیر تیمور در 14 سالگیش نیمی دنیا را قریب غصب کرده گرفتگی بده. 14 سال داشت. بعضی ها 16 میگن، بعضی ها 14 میگن. برای اما یک متل هست در امون ترک زبان ها. بلرمن balası میگه 18'ga boş böladi. Bölmanni balası میگه 40'ga kirsa yosh bo'ladi. یعنی آدم میشیدگی بچه در 18 سالگیش уже رهبر میشود، سر میشود، بگیم گلاوا میشود. نمیشیدگی را صغیرش میگه چیلم بدروی اولی مو یوشم میگه. و اکثر شاعر و نویسنده های ما را اگر تاریخشون را نگاه کنین، در 15-14 سالگیشون اثرها نوشتگیه. представить کنین در 15 سالگیشون اثرهای و دنیا را لرزوندگی است. هم خیلی شعر، اثرها، غزلها نوشتگی است. اگر ما نگاه کنیم درباره پادشاه‌های دنیا، زمانی پادشاهی اگر نگاه کنیم پادشاه زمان‌ها چه خیلی بدن، پادشاه‌ها بعضیاش در 7 سالگیش پادشاه شدگی. представить میکنید؟ بعضیاش در 7 سالگیش پادشاه شدگی. یعنی ترون دا ششتگی انده уже در 7 سالگیش. بعضیاش نگاه میکنید 12, 15, 16, 14, 17 سالگیشون بگیم که شاه میشیدن. امروز ما هم داریم در 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی پاسپورت را سین سال کلان کرده شاه نیو غلام میشه. مردی کار روسیه دا میبریم، مردی کارش میکنیم. یک جوان بگیم 14 سال، 15 سال، 16 سال داره، پاسپورت را 18 کرده و او را ما غلامی میبریم. در 18 سالگی، در 16 سالگی، 15 سالگی ما غلام میکنیم فرزندان. یعنی اینجا سوال پیدا میشود که هموطنان عزیزم، شما چند ساله؟ امیر تیمور در 14 سالگیش نیمی دنیا را قریب گرفتگی بود. سرلشکر بود. уже армия داشت، управлять میکرد. армия را управлять میکرد. армия را 14 سالگیش ده армия را управлять میکرد. برادر توریستی یا عمره میگم. بله представить کردید؟ اکثر مردم ما قطعی وقتی
ما صحبت میکنیم و از آن جمله خودم هم خیلی طبیعت داشتم زمانی که از بس که من واقعا از بسیار چیزا بی‌درک بودم، نمیخوندم، نگاه نمیکردم، اهمیت نمیدادم و همه وقت خدمت جوان میگفتم و در عادت مردم ما یک چیز است، اگر هر وقت بگویی ولی پیش از زندگی نه مو سر کم نه جوان مولی ولی ما جوان میگه، بعد یک مدت میگذره از بین اگر که گپ زنی بعد میگه اوجه ما پیر شدگیم چیکار میکنیم، میگه یک شما جوانو بکنین، میگه در جوانی بهانه جوانی، در پیری بهانه پیری. میفهمین؟ در جوانی بهانه جوانی و در پیری بهانه پیری. میدونین این چیزا از چی میآید سر میزنن؟ اولین چیزی که ما لاغر میشه، ما گفتم که خاک ما همون رومانتیکای کمبغالی را داریم، گدای رومانتیکای گدایی، ما از گدای رومانتیک میسازیم، گفتم که ما این را داریم. دیمی چیزی که انسان از خودش هم خودش قرضدار میشیده است و این را احساس نمیکنی، لیکن واقعا قرضدار میشیده است. پسیخیچ که قرضدار میشه و انسان از خودش بعد رفته قرض انسان زیاد میشه و از خودش واقعا این چیز بوده است. پسیخولوژی را میگه وقتی که خودت از خودت که قرضدار شدن گرفتی، اونجا رفته بگیم که چی میشه میشکنی. بعد دیگه با درجه هم چی خیلی اگه انسان قرضدار زیاد باشه، قرضدار از کجا دادن نمیتونه کن، بعد میره در خودکشی میزنه خودشه. مثال گیریم یک تا اگر زیاد قرضدار باشه یا میگریزه از اون کشور، بعد ما هم خیلی بدهیم. همین انسانیت پسیخولوژی همین را میگه که انسان از خود قرضدار میشه. بسیار یک کلمه های خوب خطی فهماندگی است این قرضداری انسان از خودش. بسیار یک کلمه های جالب خطی. چه خیلی انسان میتونه از خودش قرضدار شود. تو میتونی از خودت قرضدار باشی. البته من هم از خودم قرضدار میشم، تو هم از خودت قرضدار میشه، هر یک تا از خودت قرضدار میشه. قرضداری انسان اون چیزی است که خودش به خودش وعده میده و همون کارا نمیکنه. یک بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 5 بار این قرض شدن میگیره در همون عادتی. بعد قرض شدن میگیره در حیات. فرض کرده میگوی که هم سهر میخیزم 5 کیلومتر میدوم، سهر خشت نمیته بخیزی بدوی، خلاص تو جه از خودت در وعده دادی و خودت در خودت وعده خلافی کردی، یعنی خودت از خودت قرضدار شدی، خودت فند کردی. میفهمی امیره؟ خودت فند کردی. یکی اگر همون وقت بگن که در فلان جو اگر برای صدقه دادستن، پول دادستن، یک خوبچه ارد دادستن، 20 کیلوی شکر میتن، 10 لیتر روغن میتن، تو برای میخیزی میرای. برای چی؟ برای اون که اونجا چی میگیری. اما خودت در وعده دادگی چیسته نمیکنی، این قرض میشود، عادت میشود. بعد آهسته فلان کار میکنه میگوی. بسیار همین مردم ما بگیم که همون جوانای ما امروز دوران در همون سخناشون نمیستن، شلت شدگیان. این سبب اصلیش بگیم همین بده است. وقتی که همون جوان انسان مرد خودش در وقتی وعده میته، وقتی خودش در وعده میته نمیکنه همون کارا. اوجه هم قرض نکپلین شدن میگرفته است، نکپلین شدن میگرفته. بعد آسته چندین قدر خودت از خودت که قرضدار شدی، بعد سکورسی بیناموسی را کلوچت میکنی. اوجه تو دا پخرین میشه، برای که تو خودت فن کردیستی ولی دیگر اوسو بیسته. خودت وعده دادستی و خودت وعده خودت خلاف کردیستی، خیانت کردیستی در وعده ها، در سخنات نایستاده استودی. یعنی که همین چیزا را میگن که
انسان میتونه که از خودش قرضدار باشه. یعنی که انسان از بیگانه ها دیده بیشتر از خودش قرضدار میشود. نمیدی؟ فلان کار کردن در کار است، خود زوری میکنه یا که پروست تک تلفن دمیشنی اینترنت دا نمیفوره خشت نمیته پاگا میره میگوی. یعنی که اوجت خودت خطا وعده خلافی کردی. یعنی همین سبب ها رفته جوان چیکار میکنه با طرف بیناموسی از امون نیاتویتستوینی بدن اوجه یاد دادن میگیره تو کنساف رفته پولی راست نیاتویتستوینی میشه خودت. برای چی؟ برای که میلیونی تری وعده خودت خودت خیانت کردگی وعده خلافی کردگی خودت خطا داده. برای همون انسان میگن که اول از خودت سرک میگن. یعنی این کلمه ها همون پایانش همی است این کلمه را که از خودت سرک میگن که یعنی وقتی خودت که وعده دادی من سهر میخیزم مثال گیریم یک سپورت زنی مطمئن میکنم یا میدوام یا نمیدونم انجمنی میکنم یک کار میکنم گفتی را لباید سینایی که باید وعده اختای بولوش خودت باید ببرم. یا نمیدونم من میرم فلان کارا میکنم پگا اونمو گفتگی وعده دادگی تا خودت دادگی وعده را باید تای بولوش همون ساعت باید ببرم. اما گفتگی وقت ده. وقتی که خودت وعده خلاف نشدی سخنهای دادگی خودت وفا کردی پس دیگر انسانو دا میتونی که سخن دادگی دا جواب بگوی وفا کنی. وقتی که اگر تو خودت دادگی وعده را اجرا نکردی پس تو خودت از خودت قرضدار شده ایستادی. یعنی که سخن وعده ها قرضدار شده ایستادی. همین را پسیکولوژی میگن که انسان از خودش قرضدار میشود. میفهمی نمیره؟ میگن که انسان از خود قرضدار میشود. چرا انسان با دنگسگی میرود؟ چرا انسان با وعده خلافی میرود؟ چرا انسان با دروغ گفتن میرود؟ چرا انسان با چندین همون مثال های آوردگی هستند که با همون چیزا میروند؟ همین نامرد میشود مرد. سببش همون مرد از کجایی را میآموزه؟ از کجایی عادت در این مرد پیدا میشه و گفتگی سوالو دا جواب بگیم که همین است که یعنی مرد برای خودش دادگی وعده ها را اجرا نمیکنه و این عادت ما هم داریم خطون هم داریم. همین چیز بیشتر بگیم که مرد رفته همون خودش پسیکولوژی خودش مثال اول خودت فهم میکنی بعد کسی دیگر را فهم میکنی میگن که عیناً همین بوده است. یعنی همون پسیکولوژی هم خیلی بها دادگی است. انسان چرا انسان ماشینیک میشه و افیریست میشه و لانداور میشه و بگیم دروغگو میشه و یعنی که انسان از خود قرضدار میشده است. یعنی اول انسان کسی را نه اول انسان خودش چه فهم کردنه میآموخته است. یعنی که اول خودش چه فهم کرده عادت میکرده است. خودش وعده داده من سحر میخیزم میرم میکنم نمیکنم ما فلان جو پاگا میرم نمیروم ما این کارا میکنم ایدا کاری واجنی برآمده موند او را کردن در کارای ما فلان جو میریم کارا میکنیم ای جورو زنگ زده موند یک پیش جورو رفتن در کارای خودش دا وعده میتمیرم مایراسیا یعنی فقط پیش زن گودک دا میشینم قطعی زن گودکم یا مولد دیگر در کار نیست یگون چیز روچ قطعی زن گودک یعنی خودش وعده میته میآید تاجیکستان دو روز میسته قطعی زنش شوهرش که پایان کشید نمون حرارتش پس شد چیکار میکنه میخیزه میره و قطعی جوروش نیمی شب میاد. برای چی؟ برای اون که اون وعده خودش دادگی بود در اوجا پیش اومدن میرم پیش زنم دا میستم قطعی گودکم میستم ای مهراشون سر میشم. یعنی اوجا ما خودمون میایم خودمون فهم میکنیم وعده خلافی میکنیم و ما خودمون فهم کرده خودمون فهم کرده میایم تا جایی را میایم که بعد دیگه بیگانه رو هم فهم کردن بگیریم آسان میشه. انسانی که خودش وعده داد خودش فهم کرد خودش در وعده خودش نایستاد در خودش دادگی وعده را پس دیگران رو هم همون ده کرده دروغ گفته رفتن میگیره.
و اکثر انسان هایی که بدن مثال گیریم شاعرها، نویسنده ها، بزرگ ها که امروز قید شدگی هست، نمیگم که در همون سب نامشون ثبت شدگی هست، همون انسان ها در حیاتشون وعده خلاف بدگی نیستن، در حیاتشون وعده خلاف بدگی نیستن. از اون جمله هم امیر تیمور هم یگان بار خودش در دادگی وعده را شکستگی نیست. ما میکنم گفتگی را کردگی است. ولی میگن که بعضی ها را یک رو میگن که او یک رو نیست. در اصل گیریم او یک رو نیست. همین کارد میکنم گفت значит میکنه میگه که هم خیلی گپا است. او یک رو نیست. او وعده خودش اجرا میکنه، خودش در دادگی وعده را. او باید وعده از خودش برآمدگی خودش در دادگی وعده را اجرا میکنه. او یک روی نیست. او وفاداری در وعدهش است. میگم یک روی که میکنه میکنه امیرم فکر نمیکنه میشوه نمیشوه. او میشوه نمیشوه او چیز مهم نیست، میشوه یا نمیشوه. مهم تو خود در دادگی وعده را بولوش باید ببروی، یعنی استوار در همون وعده خودت باشی. برای همون اونو را یک رو نیو، بلکه گفتن در کار است که این خیل انسان ها وعده خلاف نیستن، وعده خلاف نیستن. و اهمیت بتین همون انسان های یک رو میگیم که ما مثلا یک رو میرم بگم میرم میکنم بگم میکنم میکورا این یک رو میگن که همون انسان ها را ببینین. همون انسان ها یک رو مشنگ نیستن، افریست نیستن، دروغگو نیستن. برای چی؟ برای که اونو وعده خلاف نیستن. میکنم گفتگیشه میکردگی انسان ها. فهمیدین؟ برای همون او وعده خلاف نمیشون. برای اون که او انسان ما یک رو مینامیم و او انسان در اصل انسانی نامیده میشود که این انسان وعده خلاف نیست. میفهمی نمیره؟ برای همون این خیل انسان ها، این خیل تربیه یافتگی انسان ها از این خیل آدم ها افریست، مشنیک، شیطان، دروغگو، شلت، وعده خلاف بگیم که نمیبروی خیل انسان ها. برای که او خود چفن نمیکنه، значит او دروغ نمیگه در خودش. و امروزه میبینیم که مردم ما داریم که مثال همون اکثر همون دروغ گفتن برای او فن کردن یک چیزی عادی شدگی است. همین دروغ ها، همین فند ها از همون خودش سر شدگی است. یعنی که خودش در وعده خلافی کردگی است، خودش در گفتگی گپای خودش ایستادگی نیست، اجرا کردگی نیست. هم خیلی رفته دیگه общество و جامعه هم برای او هیچی میشه و همون وعده خلافی کردن. همین را میگن که انسان از خودش قرضدار میشوه، بسیار قرضدار کلان میشوه که عاقبت از او قرض برآمده نتونسته میبره میروه. البته حیرت آور است چه خیلی من خودم قرضدار شده، قرضای خودم برآمده نتونسته مرده میرم گفتگی. حیرت آور یک کلمه پیدا میشود، یک سخن است برای آدم را. یکی در اصل بگیم که همون جوابش همون سخن ها را همون گفتگی سخن ها ما جوابش بگیم که دوستی عزیزم، هموطنی عزیزم، نمی عین کلمه هایی که من حاضر گفته استودم وعده خلافی انسان ها وعده خلافیش برای خودش وعده میکنه، وعده خلافی میکنه و از خودت همون گفتگی گبهاتا تو قرضدار شدن میگیری. مثال عادی سحر میدوام ندوید یوجه قرضداری، مثال پگه میکنی میکنه نکردی قرضداری، این هفته میرم فلان جا نرفتی قرضداری، اوجه خودت خطا وعده خلافی کردیستی قرضداری. این چیز بگیم که او عادی ترین همون پسیخولوژیکی چیزایی هست که حل کردگی هستند. این ماتماتیکا را حل کردگی، یعنی پسیخولوژا که برای هم در اروپا انسان ها پونکتوال نمیگن که با نی پونکتوال نی و پونکتوال نی گفتگی گپ است. یعنی همین
اگر گردونیم با توجیکیش یعنی که وعده خلاف یا که بگیم که وعده وفا و مردم اروپا وعده وفا هستند. یکی از سبب هاشون یکی از خصلت هایی که همینا دارن وعده وفا هن. اگر بگن که ساعت 10 ما فلان روز واخری داریم و ما وا میخریم و تو بدون که ساعت 10 میان با تو واخری میکنن، همو گفتگی جوش ده، گفتگی ساعت ده، گفتگی وقت ده. ماکسیموم بگیم که همون 15 minut 20 minut دیر کردن ایترا میبخشن، دیرش تو همون 20 minut نیم ساعته. از او زیاد دیر کردی ترا باور نمیکنن دیگه. مردم اروپا هم که خصلت دارن، میشه سبب پروبکا شدنش ممکن است، یا حالت است، یک بگیم چی است، همین برای همین 10 15 minut 20 minut دیر کردگی تا میگن خیلی پنیت ناس میشه، خیلی پروبکا دای چی نه که اگر یک ساعت دیر کردی رفتی او را زنگ زدی بگوی بیس التماس ما کم ترکک دیر کردستم امو یک ساعت بعد میام میرسم، جداد میکنه ترا یک ساعت جداد میکنه، گپش میزنه میره. یکی دو دیگه دویم بار برای قطیت همکاری نمیکنه، قطیت رو داده گرفت نمیکنه، قطیت رو بیا نمیکنه. سبب میگه که تو پونکتوال نیستی دیگر. دیگر میگه تو پونکتوال انسان نیستی، یعنی باوری ده نیستی. تو میتونی که اوزی بگوی و دیر کنی، تو میتونی که اپازداد کنی، تو میتونی بگیم که وفا نکنی در وعده. و اینان همین چیزا من همین مسئله دا قطعی یک دوستم کم ترکه گپ زده موندیم، گفتیم خیلی انسانی است، چی است؟ گفت که نه. بعد همین مسئله را با روی کرد، ما همش همین خوندم برو مادم دیده برو مادم واقعا هم ما گفتم که یک نوار برای مردمم بکنم تو که مردم ما بگیم که بفهمن میفهمیدگیش بخه چی است. وعده خلافی تی یک وعده دو تا خلاف میشه، وعده هم وعده خلاف میشه هم دروغ میگوی. برای چی؟ برای که تو پیش آدم رفتن در کورس یا آدم میگی فلان روز وا میخریم در فلان جا، آدم میویا پونکتوال نگفتگی وقت ده در همونجا میشه و تو دیر میکنی، یک ساعت یک نیم ساعت دیر میکنی، 2 ساعت دیر میکنی، تو حتما او دروغ میگوی، یعنی حتما دروغ میگوی. برای همون یکی از همون من فکر میکنم دستاوردهایی که پیشروی همین مردم وعده خلاف نیستن، یعنی خودشون از خودشون قرضدار نیستند، کمان قرضدارشون. وقتی که ما وعده میتیم خدمونده و وعده میتیم قرضدار میشیم به درجه قرضدار میشیم که دیگر او قرضها را ما خودمون از خودمون شدگی قرض کنده نمیتونیم و دیگر استیل به ناموس میشه میریم، یعنی که از ناموس میبرویم میریم. سبب همین میشه. خب یعنی که رب دوش با همون بگیم که اول گفتگیمون ببینیم وقتی که امیر تیمور در 14 سالگیش و در یگان جا همون را گفتگی نیستن که وعده دادگیشه رد کرده باشه، یعنی امیر تیمور در زندگی человек слова بدگی است، انسانی در زبانش جواب میدادگی انسان بدگی است. لبای گپ گفت همون کارا میکرد است، یعنی نمیشه باید ما ساعت 10 شب بخیزم فلان کارا کنم، همون شب ساعت 10 شب خسته رفتن همون کارا میکردگی انسان بود است. یگان بار بگیم خودش خود چفن کردگی نیست ده. من ساعتی باید نمیدونم 5 ساعت باید فلان کار کنم، ساعت 12 ده فلان کار، خودش در موندگی وعده را ای بلوش برومدگی انسان بود است. برای همینم در 14 سالگیش مرده قریب نیمی دنیا را جنگ کرده گرفتگی است، کماندیر بدگی است، وایسکا داشتگی است در 14 سالگیش. 14 سالگیش ده ولی ایمو را گپ میزنی ولی ما یوشم نه 20 در اومدم نه نمیکو نه 25 دم نه درومامو نخی گپ میزنن که مردمی ما خیلی بچه میگه نه 23 در اومد.
یعنی که او یخش همه بینی کلون اول دیل جوانای دیل جوانای بعد یک یگو مسئله میشه اخمو پیر شده مکه یک مو پیر شده یعنی که مو یک جوان مو دیگر پیر و وطن کی باید آزاد کنه و مسئولیت وطن در دوش کی است جوان یا پیر یعنی ما از این معلوم میشه که تصمیم گیرنده سالم عقل بدوش میگرفتگی وزرسته نداریم ما یا جوانیم یا پیر هیچ در او سال ما نداریم همون سالی که ما مسئولیت ملت و وطن بر دوش بگیریم ما هم خیلی وزرست نداریم هم خیلی میریم جوان ریسک پیر میشیم تمام پرابلم در همی هست میفهمین مشکلی اصلی ما عیناً میویا سری نمی چیز میزنه که بی‌اتویتستونی بدنی انسان ها مثال میگیریم عادی ترین خانوتون رو ببینید 3 کس 4 کس اکاو دوده رپا خواره و درونوتون یک کس از خوردی کوشش میکنه تلاش میکنه و یک کس شیدنده برای چی برای که او میدونه که عمر یک چیزی است که مثل شمال است میگذره نمیدونی کجا رفت چیکار کردی میگه که پرسپال свой حیات ما میگه که در خواب گذراندم یعنی ما حیاتمونه در خواب میگذرونیم حیاتمونه اما стремиться میکردگی هستن ببینین امروز هم در چی امریکا باشه چی اروپا باشه گودکای 12-13 ساله گودکا بگیم که خیلی در تاجیکستان ما هم هست 12-13 ساله بعضی گودکا уже قدم خیچه بگیم راه خیچه انتخاب کردگی است یا نویسنده هست یا کتابخوان است یا یک اختراعچی است уже یک کار میکنه او میدونن چی کار کردن در کار است اما ما اکثر مردم 99% نمیدونیم چی کار کنیم در تصورات ما فقط جوانیم روسیه میگه ما یوشیم در یوش بزنیم کورا بعد پیر شدیم بعد چی میشه و بعد پیر شدی بعد خیلی وزنایت چی میشه و پیر شدی فقط بچه ها کار میکنن روی میکنن پولا میخریم حاضرش در ما کار کنیم یعنی که ما جوانی مونه در غلامی پیری مونه در محتاجی میگذرونیم غلام همه وقت در پیری محتاج میشود و شما میدونم شما میگین که خیلی تو چایم از زندگیش سوزای خوردگیش در پیش چای نمی همه کدیستم از اون جمله ما همی کلمه را میگم یعنی که هست جوابش من انیق و فکتوش خطی میگم امروز پدرت مادرت در دیدار تو محتاج هست البته محتاج است این هم محتاجی است شما ما و شما که گاو نیستیم فقط زندگی از شکم سر بدن یا گشنه بدن عباره باشه یعنی این زندگی از گشنه یا از سر بدن عباره نیست اکثر انسان هایی که بدن همون نویسنده و شاعر قهرمان هایی هم گشنه بدن سر نبدن لیکن معنای زندگیشون در توالت دیدگی نبودن که امروز ما و تو معنای زندگی خودمون توالت گردوندگیم خدا را شکرش سیره منم هم کلمه را میگم منم به همین چیز خدمت فن میکنم میگم خدا را شکرش سیره مادرم هم گفتگیشه دانش برومدگیشه در پیشش میبرورم میمونم مادرم مینت میکنم برای مادرم نیکی این اشتباه هست این چیزها این خطا هست این چیزها ما در جوانی غلام و در پیری گدا میگذاریم محتاج میگذاریم امروز تمام پدر مادر محتاج دیدار فرزندن سوید ندارن شرایط ندارن
او ندارن. دیل خو پوشاکش دیل خو چیش کرده نمیتونه. این اولین چیزایی که هست، نیازهای اولی زندگیش. همون در جوانیش هم غلام بود، کار میکرد، ما او تر مکران میخوروند، خیچ هم مکران میخورد. ما که جوان شدیم او پیر شد، ما هم همون کار تکرار کرده ایستادیم، با او هم مکران میخوریم و با خودمون هم مکران میخوریم. دیدیستی؟ و ما خودمون تسکین میتیم که ما جوان مولی، ولی ما جوان می بچه تا چیکو گدین نه جامگا بو بازیش بوش میگم که همین چیزو هست ده یک رومانتیچسکی تسلی دادن خودت است که ولی از 100 گلم یک گلم نشکفته است و گل دگ جد نشکفه. دگ اگه جد میبروی همو گلت در و 3 بار قفات گل برومده است. وز میگه 100 گلیاتش نشکفیده است. بفهمه ایچ خیلی رومانتیچسکی سخن است. اگر پیر شده است تمام جوانی زندگی همین مثل 4 فصل است. وقتی خیلی چه داره، بهار، تابستان، تیرما، زمستان. همین انسان هم 4 فصل داره. حیات انسان 4 فصل است. چخیلی که طبیعت 4 فصل است، حیات انسان هم 4 فصل است. میفهمی نمیره؟ کودکی، جوانی، موژیکی، پیر شدن. 4 تا فصل داره. یعنی کودکی جوانچه میشه، مردک میشه، مسفید میشه. حیات انسان هم 4 فصل است. اگر که همین بهار در کشت کار نکردی، تابستان دکو خیر میگیری. همین جوانی تو مثل همو بهارت است. وقت داره. همون فصل جوانی تا که از دست دادی، پس دیگر تو یعنی دیگر کشت کار نمیگیری. خط دپا مونده نمیتونی. میفهمی نمیره؟ بعد از او تمام ابلو اکبر دست ویدوس میشه. بعد همون سفیدید میگوی که خیلی من پیر مایده هستم چی میویه؟ با او جمع بهانه است. خیلی من پیر مایده هستم چی میویه میگوی؟ اما ما حیاتمونه از دست میتیم، وقتمونه مهمترین چیز از دست میتیم. میفهمی نمیره؟ از دست میتیم میروه. امروز بهار ما تمام شده، با تابستان گذشته استادیم. سینی سالای ما یک مدت دیگه 10 سال 12 سال دیگه 15 سال دیگه دوره تابستانی داره. بعد از او تیرما میشه. میفهمی نمیره؟ مسفید تمام طرف. بعد ما هم همین بهونه را چیکار میکنیم؟ میگیم خیلی ما پیر شدیم، چیکار کنیم؟ ما دیگه پیر شدیم چیکار کنیم؟ اما سوال باید در جوانی چیکار کردی؟ در جوانی چیکار کردی؟ در جوانی سخنوی رومانتیکی قطعی وقت گذروندیم. خودمون تسلی دادیم که گفتیم ولی همش کن اشتیاق میشه ولی یوشیم ولی میکنیم ولی یوشیم خدا خواه کل این سال یوشیم ای سال دیگه میکنیم خیلی سال نشید سال دیگه میکنیم. گفتم که وعده خلافی کردن این به خود میشه، یعنی دروغ گفتن در خودت، وعده دادن در خودت و نکردن. یعنی تو از خودت قرضدار شده بگیم که رفته استودی.
Ammo ta dark nakarda istodi ki hamvatanım hayot inson 4 fasl است و هر فصل اگر هم که زندگی را نگاه کنی هر یک فصل من چیزی خدشه داره بهارda کشتکار تابستان سرجم تیرامو تیاری و در زمستان میخری خوب میره یعنی که آرد تا میکنی روان تا میکنی جواز تا میکشی همش تیرامو دوجه تیار میکنی انبارو تا پر میکنی زمستان دا میخری خوب میره عیناً همین حیات انسان همی است جوانی بهار است میکنی بختا در راه میمونی میخونی نمیدونم میدوی لبوی کورا میکنی بعد از او بگیم که حاصل شه یعنی که در جوانی کردگی در تابستان یعنی در سن سال میانه سالی اوجه درآمد تا میگیری زندگی تا کیف تا میکنی همش میگیری اونمو زمستان دا одих میکنی خوب میره میاکو اونمو در مسافری بعد اینه حاصلای گرفتگی تا دویدگی تا عذابات در زمستان باید یعنی که در مسافری راحت میکنی بعد میگردی تا مردن تا دیگه مسجد میره چای خونه میره پیوه خونه میره الکش خونه میره دیگه میگردی فهمیدین دوستان برای امو هموطنی عزیزم یعنی که من از من یک گفتن است و است همه سلام دادگی و علیکم سلام از من گفتن است فکر کردن است من میگم و تو فکر کن همون دوستی که یک شناس بود همین گپ حاضرم گفت که من گفتم از خیرخش کردم تو من نوار میکنم گفت که چی فایده داره این نوارات چی فایده داره این مردم میان مردم دیگر خداشون راست نمیکنن تمام دیگه چی فایده داره دیگه سوال داد من گفتم که من این نوارا برای یا نکرده استودم آخی نوارا این نوار برای حاضره مردم نیست این نوارای ما برای آن انسانایی هستن که ولی بعد تولد میشون ولی تولد چیدگی نیستن بعد تولد میشون این نوارای ما بعد کلان میشون بعد میبینن بعد بگیم که خلاصه شون میبرورن و از خطاگی های ما کردگیم برای او عبرت باشه برای اینکه او میوین ما نیستیم کی خطاگی های ما را او ببینن امروز این شرایط هست که نمی نوار میکنی میمونی و یک کار دیگه میکنی میمونی و بعد از تو بگیم این شرایطی هست که نسل آینده میامدگی میبینه اشتباه های ما را و این خطاگی را نمیکنه مثال گیریم اینقدر شاعر ها نوشتگی کتاب ها اینقدر عالم ها نوشتگی کتاب ها همون زمان دم همو را میگفتن چیکار میکنی را نوشته کی در کار است این مردم خونده نمیتونه مردم اما بیسواد است کی ده کتاب نوشته است گفتگی سوال میدادن اونم گرد اطرافش وقت تصرف نکی یا خونده نتونن کی نمی نویسیده یا نفهمن چی گفته استی گفتگی گپا بود اما امروز برای ما کتاب های او میدونستن که او کتاب ها برای اون نسل ها نیست که قطعی او زندگی کرده ایستادن او کتاب ها او میدونستن که او کتاب برای آن نسل های هست که حالی به دنیا آمدگی نیستن یعنی ما و شما که خوندیم امروز میخونیم و بگیم با تاجیکیش بگم تازه مطالعه میکنیم کتاب را و ما چیزی به خود میگیریم از آنها اکثر اشتباه های خداشونه یعنی نوشتگی هستند که اینه جای نخیل کنین خطا نکنین ای کارا کنین یعنی او خود چون غلطیدگی چقری را گفتگی است که چی است چی نیست ما از اونو عبرت میگیریم برای اما فکر کنم امروزه سخنهایی که من میگم شاید برای شما نیست بله شما میشنوین زمانی رودکی را میدیدن که مینویسه رودکی گرد اطرافش یکی
نمیفهمیدن که رودکی چی میخواد. مثال گیریم زمانی بود که ابوالی ابن سینا را میدیدن گرد اطرافش، کتابوش هم میدیدن، تجربه های کارش هم میدیدن، اما یگان که عمل نمیکرد اطراف بدگیش، همسالاش عمل نمیکردن در رفتاری او، یا که دیگر انسان ها را، دیگر نویسنده ها را، دیگر عالم ها را بدن اطرافش انسان هایی که عمل نمیکردن به عمل کردی او، اما او می نویشت، می کرد، می موند. او هم می دونست که با امیدی که آن نسل هایی که این ها را میخوانند، آن نسل هایی که این کردگی های او را در حیات خود، یعنی زینه زندگی خود میگذارند، پایه به پایه، قدم به قدم پیش میروند. اون کتاب ها، اون تجربه او امروز زینه حیاتی ما است که ما قدم به قدم مطالعه کرده بعد پیش میریم، از اونو میفهمیم چیزی، و اونو میدونستن که اون کتابو برای ما بود و برای بعدی ما هم اون کتابو در کار است. 1000 ساله ها و 1000 ساله ها اون کتابو در کار هستند، یعنی تجربه زندگی و تجربه کاری او در کار هستند. و امروزه منم با همون خلاصه با همون فکری هستم که یعنی این نوارهای ما، این سخنهای ما، و خدا کنه که آینده و آینده ها ده بعد از نبودن ما، یعنی زینه زندگی نسل های ما شود، که تا که نسل های ما از این خطاگی ها، از این رفتارهای ما، از این شکست های ما، از این دستاورد های ما، هر کاری که ما کردیم نکردیم، ایرا در زندگی شما مثل زینه استفاده بران قدم به قدم بالا روند و تکرار، یعنی برداوردار مونا در حیات استفاده برن، ناکامی مونا تکرار نکنن. برای همین است برادرها، برای هم این نوار با شما شاید دخل نداره و برای شما اینترس هم نداره و برای شما را یک پراست خیلی گفتن هم هستن. وقتش در اولی بیسنیسینو را هم خیلی گفتن چی میدونه دیوونه خدایی میگفتن که آدم سوز میکنه. مثال گیریم رودکی و دیگر شاعرایی که ما داشتیم، او را میگفتن ای تا دیوونه چی نوشته کی در کاره ای چیزی تا همسالوش همی گپا میگفتن، اما او نایستاد. برای او وعده خلاف نبود در خودش، وعده کرد پیش رفت. امروز برای ما در کار شد. برای هم این نوارهایی که من میکنم، این نوارها برای آن انسان هایی که هستن، حال او انسان ها در دنیا نیستن، حال تولد شدگی نیستن و زمانش میشود تولد میشود برای انمو انسان ها است که او تولد میشود، ما نیستیم دیگر. برای همون دوستی عزیزم، هموطنی عزیزم، تمامی بگیم انسان ها از خوردی میگن که بلارمن بالاس 18 boş بولاد، بلماسمن بالاس 40 yosh بولاد. فرزند میشدگی از جوانی نشانه خیچ داره. همین خروج جنگاور از خوردی یک نشانه خیچ داره. در همون پوش بگیم که یک سمبیزیوتی داره، یک چیز دیگر داره، مثل یک خصلت داره، خیلی بگیم سرش خم نمیکنه که خیلی پیش تیت کرده دای مرا میگرده، یعنی خروج جنگاور هم برای خیچ یک خصلت داره. همین انسانی بگیم که میشیدگی هم در خودش یک خصلت داره. همین چیز نشید شما که هم خصلت نداره خفه نشین نمیشه. در جوانی مردی کار، در پیری خورزور بگیم که از دنیا میگذاریم میریم و هیچ وقت شما یاش نیستین. ما یاشیم گفتگی گپا خطا فن کرده، این سخنهای کلمه ها قطعی فن کردن خدا دی نادرست است، تا یاش نیستی. اکثر امپراتورها را نگاه که بگیم خصوصا فرعون را نگاه که سر ترون اومدگی، ترون در اومدگی 14 12 13 سالگی شونده شاه شدگی. در 10 12 سالگیشون بگیم که همون فرزندهاشون پیش ای ترون در اومدن، پیش ای ترون در اومده شیشتن
фарзандушон аввал воин тайёр мекардан, ҷанговар мекардан. дар 10 солагӣ 12 солагишон армияро командоват мекарданд. ҷангҳода пеш медромаданд. анамхе шамшерти калона мегирифтанд, қатёнаму сипар медромаданд ҷангда. фарзандҳошон агар ки ҷанг намерафт, ӯ ранги Рустами Эмомалӣ набуду давра замон бигири гирдиша пире ахра накунӣ, ранги духтара калониш кунӣ, бояд биёри президентиш монӣ. Не, ӯ вақт инсоне ки дар он қабила раҳбар мешавад, дар он миллат шоҳ мешавад, цар мешавад, ӯ инсон то цар шиданша ӯ ҷангҳо мекард, ӯ майдонҳо мебиромад. ӯ ранги Рустаму Сомону Исмоил набуд ки ахранҳо қативу боло-болои диванҳои мулоим да хоб кунанд. барои чӣ? Барое ки ӯ бояд бидона ҷанг чӣ аст, ӯ бидона ки давлат чӣ аст, ӯ бидона гишнагӣ чӣ аст. ӯ зиддиш як кас хес битона гап зада, битона ҷанг карда. яъне барои иам ҳамон императорҳо, бигӯем ки ҳамон шоҳое ки меомаданд, дар 18, 14, 15, 16 солагишонда шоҳ мешиданд. то 16 солагишона ӯ военни карьера мекарданд. 10-12 солагишонда ҷанг медромаданд. 13-14 солагишонда полк управлят мекарданд, командир буданд. ӯ баъд ӯ меомаданд, баъд дар шоҳӣ мешиштанд, дар трон мешиштанд. да меомаданд 17, 18, 19, 20, 22 сола мешиданд, баъд меомаданд дар трон мешиштанд. то шиштани трона чандин ҷангора мерафтанд, мезаданд, меомаданд. мефаҳмӣ намира? барои ҳамо шумо майда нестен. шумо просто романтикаи майдагӣ даку гирифтор шидагиен. он мегӯянд звёздни болезни мегӯянд ку, касали ситора мега, баъзеҳо касали ситора гирифтор шид. ду кас акаш гуфта буд, шери нари гуфта буд, касали ситора шид. дига барш да бошӣ ку надида монд тра да барш бошӣ. абача ака салом алейкум, хая диста бигирем да пештем. дига қатъи гап намезаданӣ шид. телефон мекунӣ, телефонта намебардора. важни одам шида монд. хеле ситора, касалои ситора аст. одамои хеле касалҳо да гирифтор мешаванд. звёздни болезни мегӯянд дар забони артистӣ. касали ситора. мефаҳмӣ намира? ва баъд шумо романтикаи ҳаёт да гирифтор шидагие. тамоми камбудӣ, камбағалӣ, ношикаст, ноомади худтона романтика кардагиен. романтика. ҳоли ма ҷавонам, ҳоли ай 100 гилм ятиш нашикуфтааст. ана худоро додагиша мегирӣ, ай худо ту зур нестӣ. худо ҳамира ба ту лоиқ дидааст. кадоми бой аст, значи ту дуздасту ҷаҳаннам мерава ва камбағалҳо биҳишт мераванд. шумо ҳамин нокомӣ, ҷавонӣ, пиритона, ҳамаи ҳамеёра як романтика табдил додагие. шеър менависен, дар васфаш романтика мекунен ин чизора. мефаҳмӣ намера? ва худотона ҳамта мебарен, оста нобуд мекунед. барои ҳама ҳамватанам ту ёш нестӣ. ту ҷавонӣ, ту самостоятельнӣ. ту ай 7 солагӣ ту мардакӣ. ай 7 солагӣ ту мардакӣ. дар асл дар замони пеш ҳамон шоҳҳо рӯзе ки фарзанд аз шири модар ҷудо мешид, ӯро мардак мегуфтанд. тамом. ӯ мужикай. барое ки ӯ дига шир намехӯрад. ӯ дига самостоятельный нон мехӯрад. бояд ӯ нона бирава бигира бихӯра. яъне ки раҳгардон шид, раҳгардон мешид, аз шир ҷудо мешид, уже ӯ мардак буд. яъне дига ӯро гудак намегуфтанд. барое ки уже ӯ нон мехӯрад, худаш мехӯрад. худаш метавонад ай дастархон нонша бигирад. худаш метавонад оба бигира бихӯрад. яъне ӯ уже
романтика ёшӣ надошт. Ман ҷавонам, моли майтарӣ, моли гулм нашкуфта аст. Нашавара баъзе то мурде рафтен гулоту нашкуфт. гуфти ҳамун шоир ки гуфтааст ки ман зиндаям дар ҳамун мурдатон туф. Умар Хайём навиштагӣ аст. гуфтааст ман зиндаям дар мурдатон туф. агар ман мурдум ку дар зиндатон туф. фаҳмиде? Умар Хайём гуфтагӣ аст. барои ҳамун дӯстои азизам ҳамун дар охир ҳамун шеъри Умар Хайём ки ман зиндаям ҳамун беномус мурдагиё ҳастем ку дар мурдатон туф. баъде ки ман мурдум ку кадомит беномус зиндагӣ мекунем ку дар зиндагитон туф. фаҳмидем? вақте аз шир ҷидо шидӣ ту мардакӣ, ту самостоятельно нонта мехӯрӣ. просто мо одати безеб дорем то синфи панҷим уна бояд учамон обузӣ бидрона. гуфти ҳамун як тас бисёр як гапи хубам гуфта як замоне ки чӣ ба мардакҳои хеле одати занӣ доранд, феъли занӣ доранд. ну конечно дигар мега ки таваллуд мешавад, шири зан мехӯрад, ба контроли занак калон мешавад дар хона. багем ура занак овозиш медорона, занак пушокоша мешува, ҳамаи корша занак мекуна ва занак ура контрол мекуна. берун рафтан омадан нарафтан биши коре ки метарса аз ӯ ки бачам ягон чӣ нашавад. занак ура бисёр эҳтиёт мекуна. барои ҳамун занак ҳамун характери занир метадада ӯ кароча. барои мега шоҳое ки пеш доштан фарзандошон таваллуд мешид, багем ҳамроҳи очаш калон намешид кӯдако. яъне аз шир ки ҷидо шид, аз очаям ҷидо мешид. историёро бихонед, аз шир ҷидо мешид, аз очаам ҷидо мешид ва моҳе очаша медид. ҳафтае як бор бигем ки меомад пеши очаша медид. берун аз ӯ барои ӯ специально сарой буд, яъне сарой воспитательный центр воинҳо буданд ва ӯро аз кӯдакишон дарс медоданд, меомӯхтанд, бигем воин тайёр мекарданд. дар 12, 13, 14 солагишон ӯро паход мебурданд, ҷанг мекарданд ва меоварданд. ӯ оста 15, 16 солагишон да командир мешиданд, самостоятельный армияро управлят мекарданд. баъд меомаданд, баъд ӯ шоҳ мешиданд. мефаҳмӣ намира? барои ҳамун чӣ қадар ҳамун кӯдак қатъи модар калон шава, бигем ки характериш хеле нито мешава. хуб дӯстои азизам, саломат сарбаланд хонобод бошед. як бор дигар шеъри Умар Хайём. ман зиндаям беномус мурдагиёро дар мурдошон туф. баъде ки ман мурдам кадомит ки беномусона зиндагӣ мекунем ку дар намун зиндагитон туф. саломат бош ҳамватанам. поделитесь ка подпискашка.